میتونید فکر کنید و از خودتون بپرسید آیا این به هم کمکی میکنه؟ این تنها معیار وجوده، تنها سوالیه که باید بپرسید و جوابش هم منفیه. پس میتونید به راحتی اون ایده رو پاک کنید. اما میدونید مشکل چیه؟ ما این کارو نمیکنیم. نه، ما حتی فکر نمیکنیم. ذهنمون رو کاملا باز نگه میداریم و اون اطلاعات مستقیما وارد ضمیر ناخودآگاهمون میشه. چرا ضمیر ناخودآگاه توانایی رد کردن چیزی رو نداره؟ چون ما اینطوری برنامه ریزی شدیم. ضمیر ناخودآگاه اینطور عمل میکنه و ما برنامه ریزی شدیم که فکر نکنیم. ارل نایتینگل حرف خیلی خوبی میزد. اولین باری که اینو گفت من خندیدم و به نظرم بامزه اومد، اما بعد بهش فکر کردم و دیدم حق با اونه. اون گفت اگه مردم میخواستن افکارشون رو به زبون بیارن هیچ حرفی برای گفتن نبود. مربی بزرگ دکتر کن مکفارلند میگه 2% مردم فکر میکنن، 3% فکر میکنن که فکر میکنن و 95% مردم ترجیح میدن بمیرن اما فکر نکنن. هنری فورد میگه فکر کردن سخت‌ترین کار ممکنه و احتمالاً به همین خاطره که مردم کمی انجامش میدن. شاید بگید اما همه فکر میکنن، ولی مردم به ندرت فکر میکنن. به مکالماتی که اطرافتون رخ میده گوش کنید. واضحه مردم فکر نمیکنن، چون در غیر این صورت این حرفا رو نمیزنن. عقب ایستید و به رفتارشون نگاه کنید. اگه فکر میکردن هرگز این کارا رو نمیکردن، اما فکر نمیکنن. اینو بدونید که فعالیت ذهنی معادله فکر کردن نیست. وقتی یکی از حواستون تحت تأثیر یه منبع بیرونی قرار بگیره، تصاویری رو در ذهنتون فعال میکنه. به یخچالتون فکر کنید. ازتون میخوام تصویر یخچالتون رو توی ذهنتون ببینید. شما به یخچالتون فکر نمیکردید، اما وقتی من میگفتم یخچال، حس شنواییتون اون ارتعاشو میگرفت. اونو به یه مسیر عصبی فرستاد و وقتی اون ارتعاش به گروه مشخصی از سلولهای مغزتون رسید، اون سلولها شروع به ارتعاش کردن و تصویری که در اونها بود روی صفحه ذهنتون نشست. این همون کاریه که مکالمه میکنه. کلمات تصاویر رو میسازن و در عین تعامل میخوایم تصویر ذهنیمون رو به طرف مقابل انتقال بدیم. پس باید از کلمات مناسب استفاده کنیم. باید بدونیم داریم چه کار میکنیم. باید بفهمیم هر تلقینی که